خوشبخت‌ترین آدم‌ها کسانی هستند که با خوشبختی دیگران حسادت نمی‌کنند و زندگی خودشان را با هیچ کس مقایسه نمی‌کنند. مدار بالاترین درجه قدرت و میل به انتقام اولین نشانه ضعف است. مواظب کلماتی که در صحبت استفاده می‌کنید باشید. شاید شما را ببخشند اما هرگز فراموش نمی. سکه‌ها همیشه صدا دارند اما اسکناس‌ها بی صدا. پس هنگامی که ارزش و مقام شما بالا می رود بیشتر آرام و بی صدا باشید. با کسانی که به شما حسودی می کنند احترام بگذارید، زیرا اینها کسانی هستند که از صمیم قلب معتقدند که شما بهتر از آنان هستید. إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه تأسفا توكلت في رزقي على